بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى، والشرح لفضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد حفظه الله تعالى. إنك بعون الله تعالى ودرس خضرة دوام دهم از شرح شرط نماز وأركان وواجبات آن از آن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى، شرح از آن شيخ علامة عبد المحسن بن حمد عباد الله سبحانه وتعالى كسر محافظة كنا. موضوع درس امروزی ما حكم التسمية في الوضوء، حكم تسمية در طهارت، يعني حكم بسم الله الرحمن الرحيم قفتا. قوله وواجبه التسمية مع الذكر، قول شيخ الإسلام كيف فرموداست وواجب وضوء بسم الله قفتناست در برابری به خاطر رسیدن، یعنی اگر به خاطرش رسد از خاطرش نبران باشد واجب است بسم الله گفتن. هذا احد الاقوال في المسألة، این یکی از قول هاست در این مسئله. و هو روایت عن الامام احمد، این روایت از امام احمد است. و ممن قال به، و از کسانی که به همین قول حسن الحسن وإسحاق. والقول الثاني أن التسمية مستحبة. خلاص يعني برواية إمام أحمد وحسن وإسحاق يعني شيء بسم الله قفتان واجب است. وقول دوم أن التسمية مستحبة، دوم قول شيء مستحب است. وهو قول جمهور العلماء، قول جمهور علماء میباشد. و احدى الروايتين عن الامام احمد، و یکی از دو روایت امام احمد است. خب ذكر ذلك في المغني، این رو در مغنی ذکر کرده شده است، مجلد 1 صفحه 145. وقد ورد في التسمية في الوضوء حديث، ويدي بسم الله گفتن در وضوء حديث آمده است. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، یعنی نیست وضوء برای کسی که نام الله را ذکر نکرده باشد بر آن. اخرجه ابو داود، این حدیث را ابو داود روایت کرده است. و غیره و دیگران عن ابي هريرة رضي الله عنه، روایت از ابو هريرة رضي الله عنه است. و ذکر الشيخ الألباني انه حسن، شیخ البانی آید این حدیث گفته است که حدیث حسن است. و قال و گفت که وقد قواه الحافظ المنذري والعسقلاني وحسنه ابن الصلاح وابن كثير والعراقي. و گفت که یعنی این حدیث قوت داده است، تقویت داده است حافظ المنذري و عسقلانی و ابن صلاح و ابن كثير و عراقي. خب انظر ارواء الغلیل، برای معلوماتی بیشتر کتاب ارواء الغلیل را بنگر. واختيار الشيخ القول بالوجوب مع الذكر فيه الاحتياط والخروج من الخلاف. و شیخ الاسلام قول آیدی واجب بودن رو اختیار کردنش مع الذکر گفته، در برابری یعنی با یاد و به خاطر رسیدن، در این یعنی که رعایه احتیاط است و از خلاف برآمدن است. ونظير ذلك ما قاله رحمه الله في آداب المشي إلى الصلاة، في
ادب خب و مانند این همون چیزی است که در آداب المشی الى الصلاة گفته است. خب و تجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع لفعل زيد بن ثابت وابن عمر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. خب مثلا گفته است که و عوض میکنه تکبیر احرام از تکبیر رکوع. مثلا گریم همون وقتی که الله اکبر گفت و به همون تکبیرت الاحرام کرد به همون میتواند که رکوع هم رود برای خاطر انجام دادن یا که همین کاره زید ابن ثابت و ابن عمر کردنشان و برای همین کار کردنشان یگان مخالف را شناخته نمیشد از صحابگان و اتیانه بهما افضل ولی هر دو تکبیر گفتنش افضل است خروجا من خلاف من اوجبه برای خاطری از خلاف کسی که واجب دانسته او را برآمدن یعنی که مثال بگیریم ویم گفتنش در کار است که دیگه محسن برای از این خلاف برآمدن یعنی هر دوش گفتن افضل از گفته ایستاد است. نکتفی و صلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين.